چرا نباید به تنهایی و بدون آگاهی برای اوسب اقدام کرد؟ اوسب فقط یک فرم وام نیست، یک ارزیابی مالی دقیق و چند مرحله‌ایه. دولت بر اساس ده‌ها عامل ترکیبی از لون و گرند که یک کمک بلاعوض هست رو تعیین میکنه. چه اشتباهات رایجی وجود دارن؟ وارد کردن نادرست درآمد یا دارایی‌ها. برخی درآمدها باید گزارش بشن و برخی نه. اشتباه در این قضیه مساوی با کاهش کمک یا حتی رد شدن درخواست شما. نادیده گرفتن وضعیت خانوادگی. متأهل‌ها و والدین میتونن مبالغ بالاتری دریافت کنن، اما مدارک خاص خودش رو نیاز داره. انتخاب برنامه یا مؤسسه غیر قابل پشتیبانی. فقط برنامه‌های اوسب الیجیبل کمک میگیرن. آپدیت نکردن تغییرات حین ترم. تغییر آدرس، درآمد، وضعیت ازدواج و عدم اعلامش مساوی با جریمه یا حتی بازپرداخت اضافه. نشناختن تفاوت لون و گرند. با راهنمایی حرفه‌ای میشه کمترین وام و بیشترین گرند رو دریافت کرد. نکته کلیدی و خیلی مهم انتخاب رشته درست یا انتخاب برنامه‌های پرتقاضا مثل لگال بیزینس، اکاونتینگ اند پیرول، آیتی و دیتا، هلس و بیوتیه. با انتخاب درست هم مهارت قابل استخدام یاد میگیری، هم شانس گرند بالاتر میره. بسیاری از این برنامه‌ها سلف بیس هستن و دارای پلیسمنتن. نقش پارس ویزا پیشنهاد برنامه‌های اوسب الیجیبل متناسب با بازار کاره، تکمیل بدون خطای فرم‌ها و بهینه‌سازی برای دریافت حداکثر گرانت، استفاده از امتیازهای ویژه متأهل‌ها یا والدین و همین حالا میتونید برای ارزیابی رایگان در واتساپ پیام بدید تا برنامه مناسب خودتون رو انتخاب کنید.